هنرمندان شناخته تئاتر و سینمای تاجیک برای ویدئو با حبیب الله عبدالرزاقوف به نزد منزل او آمدند. عبدالرزاقوف کارگردان و هنرپیشه نامدار تئاتر و سینمای تاجیک در سن 83 سالگی درگذشت. نمایندگان اهل هنر در گذشت او را تلفات کلان برای صنعت تاجیک گفتند. حبیب الله عبدالرزاقوف از قبیل اون هنرمندایی نیست که مثلا ورق زنیم از کجای پیداش کنیم. شما مثلا بایگانی تاجیک فیلم ببینین، کل فیلم های اصلا خیلی خوب در اجرای نقش های اول از جانب استاد حبیب الله. خب تئاتر که دیگر بودگی است. حیف که از میان ما رفت استاد. حبیب الله عبدالرزاقوف چند سال اخیر بیمار بود و در پرده سینما و تئاتر ظاهر نمیشد. او وقت خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو سپری میکرد. نقش‌های عجایب و غرایب را بازی کردم. زدن و کشتن و پراندن نه فلسفی باشد. افسوس که خیلی چیزها نرسید. همکارانش میگویند از حال تئاتر و سینمای تاجیک آگاه بود و از وضع پیش آمده افسوس میخورد. افسوس میخوردن که آن چیزی که سالهای پیش به سالهای 70 بود، سالهای 80 بود، همون چیز نیست. میگفتن همین کمتر مناسبت مردم، محبت مردم، یا که روزگار مردم مشکل شد که از تئاتر دلکنده شدن. حبیب الله عبدالرزاقوف در آخر سالهای 80 و آغاز سالهای 90 عصر گذشته از آن فرهنگیانی بود که به فعالیت‌های سیاسی و جمعیتی پرداخت. عضو حزب دموکرات شد و یک مبارز جامعه مدنی و شهروندی گردید. هنرمند معروف فرزندان نامدار مثل برزو عبدالرزاقوف و نیسار و شهباز را به وای رسانده است. در خوب که بودن که فرزندان میرفتند به عیادتشان و البته هم برزو هم شهباز خب مصلحت ها میپرسیدن. البته حبیب الله عبدالرزاقوف 4 سال پیش در صحبتش بر رادیوی آزادی گفته بود یادداشت‌هایش را نوشته میکند. هرچند میگفت مردم حوصله خواندن چنین مطالب را ندارند. حبیب الله مرد، بلکه مرد جهان خرم و خوشبوستان.